من جعل قاضیا بین الناس فقد ذبح بغیر سکین. یعنی هر کس که قاضی تعیین میشه، قاضی گماشته میشه در بین مردم، گویا که بدون کارد سرش را بریده باشه. این مسئولیت نهایتا خطرناک است، مسئولیت خیلی ها بزرگ است. یک کس به خوش نشود که ما به صفت قاضی یا به صفت دادرس یا به صفت داور در میان مردم تعیین شدم و فیصله های مردم را انجام بدم. اینجا متوجه باید باش، چرا که اگر فیصله تو قسم میکنی که فیصله تو در مطابقت به قانون الله و رسولش نیست، فیصله تو قسم است که خلاف قانون الله و رسولش هست، اینجا مسئولیت باز با عهده تو است. اینجاست که فقط ذبح بغیر سکین. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میگه گویا سرش را بدون کارد بریده باشه. در ذبح کردن و در بریدن سرش نیاز به کارد نیست.